سلام خدمت همه برای بچه MMA پادکست. میخوایم چند تا از بهترین ناکاوت های سال 2023 UFC رو نگاه کنیم. فقط من امیدوارم کپی رایت نخوریم، به فنا نریم. ولی خب حالا بریم نگاه کنیم. قبلش هم یه تشکر بکنم از کانال مکنزی رابرتس. Thank you so much man for making this video. خب بعد بریم که شروع کنیم. خب بعدیش بذارید من بعدیشم بیارم، چون با خاطر اینکه کپی رایت نخوریم بچه سعی میکنم این کارو کنم و شرمنده. هرچند اگه بخوریم که هیچ وقت این ویدیو رو نمیبینید. اوه اینو ندیده بودم. چه ضربه ای زد. های کیک بود؟ یه اصلا متوجه نشدم. اون ضربه هم که اضافه زد، ولی خب دیگه بالاخره کارم محکم کاری عیب نمیکنه یه موقعی. خب این که های کیک بود. اینجوری میگم ضربه اضافه ممنوعه. مثلا قبلی ضربه اضافه بود ولی این خوب خودشو کنترل کرد که ضربه اضافه نزنه. یه دونم خورد فکر کنم پشت. اوه اکثر ناکاوت هایی که اینجا داریم میبینیم دقت کردید همشون یا با هوک چپن یا با هوک راستن. اکثرشون شبیه هم. این دیگه چه خوشحالی اونا کنید. این مثلا هوک چپ بود. اکثرشون همینجوری اتفاق میفتن. تایسون پدرو. بله اینجا حرکت سامورایی واره. این فکر کنم خیلی وایرال شده بود بچه، خیلی هاتون دیده بودید فکر کنم، یعنی دیدید که خوشحالی بعد بردش رو شبیه سامورایی انجام داد. قشنگ کاتانا رو گذاشت جیبش. این هم خیلی قشنگ بود. بیشتر از ناکاوتش خوشحالیش قشنگتر بود. نگاه کنید یه دور با کاتانا و بعدش هم میذاره تو غلاف. و خب مایک بریدن همین الیس برنر. چی شد؟ اصلا خورد؟ اصلا خوردش داشت. چی شد؟ یه بردی ببینیم. اوه من قبلی هم تو کف قبلی هم مثلا نفهمیدم چی شد. این که چشاش رفت اصلا. شب بخیر. چون میگفت تو یه سری از موقعا که ناکاوت میشه طرف، معمولا سوالی که ازش میپرسن اینه که ما توی چه سالی هستیم. میگفت بعضیاشون انقدر شدت ضربه روشون زیاده که واقعا یادشون نمیومد تو چه سالی هن. خب باز میخواد بلنش و این بهترین به نظر من میشه بهترین ناکاوت سال. خیلی قشنگ بود، یعنی کاملا چراغا خاموش. شب بخیر. این بچه این دیگه فایت های توی یو اف سی نیست، این فایت های استعدادیابی دنا وایته که از توشون یه نفر قرارداد میبنده با یو اف سی. قبلا یه ویدیو در موردش پر کردم گذاشتم، اگه دوست داشتید ببینید. نایت نایت، شب خوش. اوه اصلا این همرفیست، اون ضربه ای که بچه اینجوری میزنه به اون میان همرفیست، یعنی واقعا سنگینه این ضربه. یعنی دو سه تا درستایی بخوره تو صورتت کارت تمام. بلند شدنت با خداست. تمام.
اوه چه زانویی زد. اوه یه زانو دیگه. خب اینا کسایی هستن که میخوان برن تو UFC، یعنی برنده ها دارن با هم دیگه مبارزه میکنن. سراندیه این مبارزه. اون یکی ها فکر کنم دوراندی باشن اشتباه نکنم. یعنی همین ضربه‌ای که قبل از افتادن زدم به اون میخورد فکر کنم اونم میافتاد. نه نمیافتاد. الان که دقت میکنم شدت ضربهش اونقدر نبود. خب قرمزه میخواد بزنه؟ نه گفتم میخواد رکب بزنه قرمزه بزنه که زارتش خمسور شد. ایول. چی داریم خفن؟ این تو تیم چندلر رو چیزه بچه، چندلر و کانر بودن. اوه این خیلی، این اولین برد تیم کانر بود. کانر رو نکنی چجوری خوشحالی میکرد. تازه یه دونه برده بود. خیلی وضع تیم کانر خراب بود. حتی فایترهایی که بهش خورده بودن تو تیمش افتاده بودن فایتر نبودن، درست نبودن. که اصلا دیگه فقط میگفت خدا وکیلی میخوام ببرم. خب بچه دمتون گرم که تا اینجا رو نگاه کردید. امیدوارم که کپی رایت نخوریم، چون اگه بخوریم احتمالاً این ویدیو رو آپلود نکنم، ولی امیدوارم که کپی رایت نخوریم چون ویدیو خوبی عذاب در اومد. بهترین ناکاوت های سال 2023. باز اگه نظری داشتید، ویدیوی خاصی خواستید براتون درست کنم، حتما تو کامنت ها بهم بگید. لایک ویدیو فراموش نشه و از همه مهمتر سابسکرایب هم بکنید، چنل اون زنگوله هم بزنید که به شدت الان به حمایتاتون نیاز داریم. خب دمتون گرم، تا ویدیوی دیگه میبینمتون.